آخوند قزوینی و یوتیوب. و این آقایان هم انتظار بود از این سایت هایی که مخصوصا اولین بار از کجا مطرح شد، حتی به قول بعضی از سایت ها مثل بالاترین، برای شما عرض کنم یوتیوب و غیری، که مال اربابان این شیاطینه. بیانیه این آقایون رو اولین بار من در سایت یوتیوب دیدم گذاشته بود، بعد سایت های خودشون. حالا عجیبه، هم موضوع رو سایت یوتیوب و سایت بالاترین گذاشته بود و هم دفاعیش رو. معلومه که اینا دنبال فتنه انگیزی هستن. بله. جناب آخوند قزوینی، آیا شما به عنوان مدیر یک کانال ماهواره‌ای نمی‌دانید که سایت یوتیوب و سایت بالاترین شبکه‌های اجتماعی هستند که وابسته به هیچ فکری نمی‌باشند و هر شخصی می‌تواند مطالب خود را در آن به اشتراک بگذارد؟ و یا اینکه بینندگان خود را احمق فرض کرده اید؟ شما که این سایت ها را از ارباب‌های شیاطین می‌دانید، پس چرا ویدیوی برنامه‌های خودتان را در یوتیوب نشر می‌کنید؟ آیا شما با کفار همدست شده اید؟ توصیه می‌کنم به جای دروغ گفتن اندکی به درک و شعور بینندگان خود احترام بگذارید. عهد بوغ شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. اقلن حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید، بعد حرف بزنید. oh